الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز، امروز با شما صحبت می‌کنیم با تفسیر سوره العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باری تبارک و تعالی قسم میخوره به زمانه عصر. چرا قسم میخوره؟ خاطر تقریر مسئله خساره و کامیابی. کیست کسانی که آنها ناکام و مشمول خساره دنیا و آخرت هستند، و کیست کسانی که آنها کامیاب و سربلند در دنیا و آخرت هستند. باری تعالی می فرماید ان الانسان لفی خسر. انسانها همه ایشان در خساره زیادی هستند. اصل در انسان ناکامی است و مایان این مسئله را می‌بینیم که اگر هوا نباشی نفس نمیتونیم کشیده، اگر نان و آب نباشی زندگی را نمیتوانیم نصیب کرده. پس زندگی انسان، کامیابی انسان به دست باری تبارک و تعالی است. و خاطر این اصل در انسان ناکامی و خساره می باشد، الا مگر آن کسانی که آنها آمنو ایمان آوردند. کسانی که ایمان آوردند آنها از زمین ناکامی خود را نجات دادند و عملوا الصالحات و کارهای شایسته را کردند و تواصوا بالحق و همدیگر را به حق سفارش کردند و تواصوا بالصبر و همدیگر را به سوی و به طرف و به ثبات صبر سفارش کردند. چرا که کامیابی حاصل نمی شود تا که ایمان نباشد. ایمان زمینه کامیابی است. یک انسان نمی تواند که برای خود خانه جور کند تا که زمین نداشته باشد. زمینه کامیابی پیش رب العالمین ایمان است. باز خانه حاجت به بنا دارد. بنای کامیابی عمل نیک می باشد و عمل نیک بدون تواصی بر حق و تواصی بر صبر ممکن نیست که پیدا شود. پس از این سوره مبارک باید مایان بدانیم، الله رحمت خود را سر ما و شما کند، که 4 چیز بر ما واجب است. اول علم. کدام علم؟ آیا علمی دنیوی؟ نه. آیا علم دینی؟ بله. کدام علم دینی؟
علمهای دینی دو قسم می باشد: علم دینی که آن فرض کفایت است و علم دینی که آن فرض عین می باشد. وقتی که ما میگوییم علم یک چیزی واجبی هست سر هر مسلمان، مراد از علم آن می باشد که شناخته الله را، بشناسید الله را، بدانید معبودی بر حق کیست، جستجو کنید نامهای پروردگار عالم چیست، صفتهای کاملی او چیست. پس اولین از این 4 چیز که سر ما واجب است علم، که عبارت از شناخت الله و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بدانی پیغمبرت کیست، نامش چی بود، کجا پیدا شده بود، چه کاری را در زمان نبوت انجام داده است. سوم از علمی که سر همه مسلمان ها فرض است شناخت دین اسلام، با آن قدر که ارکان ایمان را بشناسد، ارکان اسلام را بداند با دلایل که در قرآن و سنت آمد. دوم چیزی که سر ما واجب است به آن علم عمل کردن. دانستی که باری تبارک و تعالی حق عبادت را دارد، باید به این علم عمل کنید، عبادتهای خود را طرفی غیر از او نکنید. دانستی که پیغمبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، پس باید بدانی به کدام طریقه و به کدام طرز عبادت خدا را کرد، به همان طرز و طریقه عبادت الله را کنید. اسلام را دانستی، او را شناختی که بنای اسلام سر 5 اساس است: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت. پس عمل کن تا این بنای اسلام را در وجود و زندگی خود کامل کنید. این 4 چیزی که سر ما و شما واجب است: اول علم که عبارت از شناختن الله و شناخت پیامبر و شناخت اسلام. دوم به آن عمل کردن. سوم به سوی آن دعوت نمودن. یعنی دانستی که معبودی بر حق الله است، در هر لحظه زندگی خود میگویید لا اله الا الله، یا به زبان خود یا به حال خود. پس مردم ها را توجه کن به سوی تحقیق معنای این کلمه. میشنوید که مؤذن میگوید اشهد ان محمدا رسول الله. پس باید کوشش کنی مردم ها را دعوت کنی که تحقیق شهادت رسالت را در زندگی خود پیدا کند. نماز را انجام دهد. چهارم صبر در برابر مشکلاتی که در این راه پیش خواهد آمد.
کسی که الله را شناخت، پیغمبر را شناخت، دین اسلام را شناخت، به آن عمل کرد و به سوی آن مردم ها را دعوت کرد، چهارم چیز برای اون ضروری هست صبر در برابر مشکلاتی که در این راه پیش خواهد آمد. و این صبر بر 3 قسم می باشد. صبر سر طاعت خداوند، انجام دهن امرهای خداوند را بجای کردن. دوم صبر از چیزهایی که الله حرام کرده خود را از آن دور سازند، دور نگاه کنید. سوم صبر در مقابل که تقدیری الهی می شود در سر انسان یا سر زمین یا سر آسمان. این 4 چیز سر هر مسلمان واجب هست و این 4 چیز در سوره العصر آمده، چنان که پیش برای شما ترجمه این مبارک این سورت مبارک را بیان کردم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید اگر الله جز این سوره هیچ برهان دیگری بر مخلوقاتش فرود نمی آورد، همین سوره برای آنان کافی بود. چرا امام شافعی این سخن را زده؟ چرا امام شافعی این بیان را کرده؟ خاطر این که این سورت همین 4 مسئله را به طور واضح بیان کرده. راه کامیابی را برای ما و شما رب العالمین در این مختصر سورت بیان کرده. راههای کسانی که ناکام هستند، به خساره هستند، راههای آنها را بیان کردند. مفهومی موافق این سورت این هست: آدم‌های، انسان‌های کامیاب کسانی هستند که ایمان دارند، عمل نیک میکنند، صبر تواصی بر حق میکنند، سفارش میکنند به سوی حق، کوشش میکنند برای حق، صبر میکنند در چیزهایی که روبروی آنها می شود به مقابل انجام کردن این کارها. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح کتابش در کتاب العلم یک باب را گفته به نام باب العلم قبل القول والعمل، یعنی این باب درباره آموختن علم قبل از گفتن و عمل کردن است. باید که مسلمان علم حاصل کند، باز عمل کند، بداند که حق خدا چیست تا آن حق را انجام کند، بداند که حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست تا آن حق را بجا کند، بداند که ارکان اسلام چیست تا این ارکان را بنا و ایجاد کند. و دلیل امام بخاری رحمت الله علیه که
علم پیش از عمل هست چیست؟ گفت قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. چنان که در سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیات 9 آمده. یعنی فعلم، پس بدان که جز الله هیچ معبودی بر حقی نیست و برای گناهانت طلب مغفرت کن و برای گناهان مؤمنان مردها و زنان طلب مغفرت کن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. یقین داشته باشید که الله اینطور مقدس ذاتی هست که میداند شما کجا می روین، کجا می آیین، بدایات شما کجاست، نهایات شما کجاست. پس می بینیم که در این آیات مبارک رب العالمین تبارک و تعالی قبل از گفتن و عمل کردن به فرا گرفتن علم امر فرموده است. قبل از گفتن و عمل کردن به سوی علم مردم ها را توجه داده است. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اول علم حاصل کنید، باز عمل و قول و گپ و سخن بزنید. اگر کسی این علم را حاصل کرد آن موفق می باشد، کامیاب و سربلند می باشد. کسانی که بی علم ایمان دارند ایمان آنها مزلزل می باشد، ایمان آنها ایمان تقلیدی و ایمان کم می باشد. کسانی که عمل می کنند بدون از علم عمل آنها خامخا ناقص و کم می باشد. پس الله رحمتت کند ای برادری عزیز، ای خواهری عزیز. باید بدانیم سگانه مسائل زیر را که سر هر زن و هر مرد که آن مسلمان است این مسائل هم واجب می باشد. مسئله اول این که الله ما را پیدا کرده، ما را آفریده و پرورش داده و روزی داده، اما بیهوده نگذاشته. ما را پیدا کرده، روزی داده، ما را مهمل نساخته، ما را مکرم کرده در دنیا، چرا که هر مخلوقات زیر دست انسان است اما انسان زیر دست مخلوقات نیست. این یک صورتی از صورتهای تکریم می باشد، یک صورتی از صورتهای تشریف می باشد، یک صورتی از صورتهای سربلندی دنیا می باشد که رب العالمین نصیب آدمها و انسانها کرده است. پس باید ما بدانیم که الله ما را پیدا کرده خاطری چی؟ ایا مهمل مثل یک سنگ؟
آیا مهمل و بی معنا مثل یک گرز؟ آیا مهمل و بی معنا مثل یک مندیل؟ هرگیز نه. بلکه رب العالمین تبارک و تعالی مایان را پیدا کرده است خاطر عبادت خود، که عبادت او را جز به صورت فردانیت انجام بدهیم و خاطر این که ما عبادت او را کنیم به طور کامل و به طور توحید حقیقتی و فردانیتی پیغمبرها را فرستاده است و هر کس از پیغمبر پیروی کند داخل بهشت می شود. هر کسی که برای پیغمبرها بروند کامیاب و سربلند می شود و هر کسی نافرمانی پیغمبر را کند وارد دوزخ خواهد شد. این مسئله را رب العالمین تبارک و تعالی در سوره مزمل آیات 15 و 16 بیان کرده است. باری تبارک و تعالی می فرماید انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. یعنی ما به سوی شما پیامبر فرستاده ایم که بر شما گواه است، همچنان که به سوی فرعون هم پیامبر فرستادیم، اما فرعون از آن پیامبر نافرمانی کرد، لذا او را به عقوبت سخت گرفتیم. یعنی اگر شما هم نافرمانی پیغمبر ما را کنید شما هم به عذاب سخت گرفتار میشید، شما هم به عذاب سخت گرفتار میشوید و مؤاخذ میشوید و اگر تابعداری محمد صلی الله علیه و سلم را کنید کامیاب میشوید و از غرق رود دنیا بچ میشوید و از غرق رود دریاهای دنیا نجات یافت میکنید. این مسئله عزیزی هست که هرگز الله ما را بی معنا پیدا نکرده. اگر من برای یک انسان بگویم که این قلم را بی معنا صانعش پیدا کرده، آن این سخن را قبول نمی کند. پس چطور بعضی انسانها سخنهای شیطانهای انس و جن را قبول می کند که انسان بی معنا در دنیا آمده است؟ نه ای دختری عزیزم، ای پسری عزیزم، بلکه ما را خداوند در دنیا پیدا کرده است خاطر یک مقصد عظیمی شان که او این می باشد که ما عبادت او را به طور وحدانیت کنیم. مسئله دوم این که الله متعال هرگز راضی نخواهد بود که بنده هیچ احد را با او در عبادتش شریک گرداند، نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسلی، نه فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسلی را. لذا می فرماید و ان المساجد لله
فلا تدعو مع الله احدا. چنان که در سورة جن آیت 18 آمده. تفسیر آن را مراجعه کنید. و ان المساجد لله، یعنی این که همه مسجدها خاص الله است. همه مسجدها خاص برای الله است. جاهای عبادت باید صرف برای الله باشد. جایز نیست که در آن مسجدها نام غیر خدا یاد شود به طور عبادت. و ان المساجد لله، جاهای عبادت، عبادتهایی که میکنید باید صرف برای الله باشد. فلا تدعو مع الله احدا، پس با الله هیچ احدی را به عنوان پرستش مخوان. پس با الله هیچ احدی را عبادت نکن. پس با الله کسی را در عبادت او شریک نساز. و این معنای لا اله الا الله است. هیچ معبودی بر حق نیست جز الله تبارک و تعالی. معبودی بر حق یکتاست. قل هو الله احد الله الصمد فصل لربك وانحر. پس نماز صرف برای پروردگار خود کن. وانحر، چیزی که حلال میکنید به نام او، برای او. مسئله سوم این که کسی که الله را به یکتایی بشناسد و از پیامبرش اطاعت کند، هرگز برای او جایز نیست که با کسانی که با الله و رسولش دشمن هستند دوستی برقرار کند، حتی اگر نزدیکترین و قریبترین کسانی باشند. لذا الله تعالی می فرماید لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. آیات 22 در سوره المجادله. ای مسلمان، اگر حق تو را کسی بخورد، تو با اون دشمنی را اظهار میکنید. اگر کسی یک بچه که بچه پسرت نیست میگویند این پسرت است، تو با اون دشمنی اعلان میکنید. پس چرا با کسانی که در عبادت الله شرک میکند یا نسبت نقص و کمی برای الله میکند، چرا با آنها دوستی میکنید؟ وقتی که الله را دوست داری، معبودی بر حق را به طور کمال شناختی، چطور قبول داری که کسی شرک کند با او؟ چطور با دشمنان الله دوستی می کنی؟ رب العالمین می فرماید لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قومی را که به الله و ایمان آورده اند و به روز قیامت ایمان آورده اند که روز آخر هست، یودون من حاد الله و رسوله، هرگز با آنها محبت و دوستی نمی کند، با کسانی که آنها مخالفت با الله و با پیغمبر می کند. ولو كانوا آباءهم،
ولو آنکه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خاندانشان باشند. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینانند که الله در دلهایشان نقش ایمان را نگاه کرده، نقش ایمان را در دلهایشان مانده و به فیض خود از جانب خیش استوارشان داشته است و ایشان را کامیاب میکند رب العالمین تبارک و تعالی و آنها را داخل میکند در بهشت های خود که راه میرود در زیر درخت های بهشت، رودهای آبی. همیش آنها در بهشت ها هست. رضی الله عنهم، الله از آنها راضی هستند و رضوا عنه، و آنها از الله راضی هستند. اولئک، همین کسانی که این صفت را پیدا کرده اند در دلهای خود، در عملهای خود، آنها حزب الله می باشند. الا بدانید این حزب الله هم المفلحون، بیشک یقینا حزب الله آنها کامیاب هستند در دنیا و در آخرت. لشکر الله هیچ وقت شکست نمی خورد، هیچ وقت ناکام نمی شود. برادران، خواهران عزیزم، الله ما و شما را به طاعتش مصروف کند. الله ما و شما را به طاعتش راه بنماید. بدانید که دین حنیف ابراهیمی چیست. در قرآن آمده که رب العالمین دین ابراهیم علیه السلام را به نام حنیف مسما کرده. ملت ابیکم ابراهیم حنیفه. حنیفی یا حنفیت چی را میگوید؟ باید بدانیم که دین حنیف ابراهیمی این است که الله را به یگانگی و با اخلاص و عبادت او را به صورت تنهایی کنیم. این ملت ابراهیمی حنفی است، نه یهودیت نه نصرانیت. آن هدفی که الله همه مردم را برای تحقق آن آفریده و بر آن امر فرموده است، چنان که می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدم. و معنی لیعبدون یعنی در آیت لیعبدون معنی چی؟ یعنی یوحدونی، یعنی مرا به یکتایی بپرستند، عبادت من را به صورت یکتایی کند. و بزرگترین و مهمترین چیزی که الله بر آن امر فرموده توحید است. و توحید یعنی لا اله الا الله. و توحید یعنی الله را به یکتایی پرستیدن، الله را به یکتایی شناختن، عبادت الله را به صورت یکتایی کردن. و بزرگترین چیزی که از آن باز داشته شرک است. مهمترین چیزی که الله امر کرده توحید است. سختترین و بدترین چیزی که الله نهی کرده شرک است. به سوی توحید کوشش کنید، محکم بگیرید
از راه شرک دور بگردید و از شرک خود را دور کنید. و شرک یعنی کسی یا چیزی دیگری را با او به عنوان پرستش خواندن، یا عبادت الله را میکنه و عبادت او را میکنه. میگویند یا الله و یا عیسی، یا میگویند یا الله و یا جیلانی، و یا میگویند یا الله و یا حسین. نه، صرف از الله بخواهید. الله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله. این حقیقت توحید است. الله تبارک و تعالی می فرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید و چیزی را با او شریک نکنید. این مسائل مهمی بود میخواستم امروز با شما شریک کنم. ان شاء الله اصول سگانه اسلام چیست، این را به درس روز یکشنبه آینده مطلع میکنیم. از الله تمنا دارم که ما و شما را سر توحید محکم کند و زندگی ما و شما را با توحید مشمل کند و عبادتهای ما و شما را به طریق اخلاص انجام بدهیم. موفق ما را کند. و صلی الله وسلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمين.